کاروان قصه. به نام کردگار هفت افلاک، که پیدا کرد آدم از کفی خاک. به نام خداوند بزرگ و درود و صلوات بر روان بهترین انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، و با تقدیم تحفه نبوی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش وقتیم باز هم بنده شفیق رسولی و همکار ثبت برنامه با یک داستان زیبا در خدمت شما ادب دوستان قرار گرفتیم. داستان امشبمان تحت عنوان دخترت عروس نمی کنی از گل احمد نظری آریانا می باشد. امید است تا آخر برنامه با ما همراه بوده و از شنیدن داستان لذت ببرید. رادیوی ملی افغانستان، صدای رسای همه افغانها. اندک اندک اندیشه های فروخفته‌ای بر وجودش چیره می شد و تصمیمی را فراهم می ساخت که بیمار تکانی خورد و ناله ناتوانش با آواز حزین طنابهای چارپایی در هم آمیخت و رشته یادها را گسیخت. اتاق کوچک و سرد بود و در آن آغاز پیشین بسیار تاریک می نمود و چیزهای در هم و بر همی که به هر سوی آن پراگنده بود به دشواری دیده می شد. شیشه های یخ گرفته و تیره ارسی با پله ها و چوکات آن صدا می کرد. باد آنها را به صدا در می آورد. بادی که در بیرون مویه می کرد و دیوانوار بر دیوارها شلاق می زد و برفی را که تازه از باریدن استاده بود چون غباری سپید رنگ از پشت بام ها بر می داشت و پیچتاب می داد و به پیرامون می پاشاند. بیمار باز نالید و سپس با حرکت تند دست های لاغر و رنگ پریدش لحاف چرک و چروک را از روی خود پس کرد و سرش را میان توده انبوه موهایش که بر روی بالش افتاده بود به شدت به این سو آن سو تکان داد و برای بار سوم نالید. و ناگهان سرفه سختی خطوط برافروخته صورتش را که نشان دهنده تب تندی بود در هم فرو برد. تلاش دردآلودی کرد که نیم خیز شود و بر آرنجهای استخوانیش تکیه بزند. نتوانست و سرفه ها پی در پی یورش آورده درون سینه‌اش را سخت خراشید و به ناله درآورد. گویی میخواست بترکاندش و سرش که به شدت درد میکرد با سرفه ها پس و پیش میرفت و دیدگان ملتهبش با رگه های خونینی که در آنها دویده بود به شتاب بازو بسته میشد. سرانجام آرامشی یافت و با نفس سوخته مانند کسی که راه دور و درازی را به دویدن برگشته باشد به پشت بر بستر افتاد و پس از لحظه‌ای آهسته زیر لب گفت: مادر، مادر. مادر که روی چارپایی خود نشسته و دستهای چروکیده باریکش را به دو سوی صورت پیر و سیه چردش تکیه داده بود و به دقت و با دلهره بدو می نگریست. برخاست و خمیده خمیده به چارپایی بیمار نزدیک شد و پرسید: چی میگی عزیزم؟ چیزی میخواستی؟ بیمار با تأنی پلک های ورم کردش را باز کرد و نگاهی که جهانی رنج و اندوه در آن نهفته بود بدو افکند و گفت: آب، کمی آب. و لبان کبود و خشکیدش را با زبان تر کرد. مادر از چاینک مسینی که در طاقچه نهاده بود به پیاله آب ریخت و آورد و کمک کرد که بیمار سرش را
بلند کند و پیاله را به لبانش نزدیک کند. پس از آن بالش را جا بجا کرد، سر بیمار را بر آن نهاد و لحافش را مرتب کرد و پرسید: حالی چطور هستی دخترکم؟ سینت که درد نمی کند؟ دختر پاسخ داد: چرا؟ درد می کند کم کم. مادرش گفت: انشالله خوب میشه، تو آرام باش، انشالله خوب میشه، قرار خواب کو، درد انشالله کم میشه. و با پرسشی که همیشه در ذهنش تکرار میشد، چی وقت نتوانست مستقیما به چشمان دخترش نگاه کند و اگر میکرد این پرسش را در آنجا هم میخواند و از آن رنج میبرد. خودش را به گوشه و کنار بستر سرگرم ساخت و پس از سکوتی کوتاه گفت: بخواب دخترم، بخواب، خواب آرامت میسازه. بیمار مژه های سیاهش را بر هم انداخت و مادر به جای خود برگشت و به خاطرهایی که به یادش می آمد و تصمیمی را در ذهنش شکل می داد فرو رفت. 4 سال پیش بود و آنان زندگی نوی را با بهار آغاز کرده بودند. شوهرش از دربدری نجات یافته و دارای بقالی شده بود. کار و بارشان روز و روز بهتر می شد و خانه به خود سر و صورتی می گرفت و آرزوهای دور و دراز و شیرینی در دلهایشان می روید. آصف که چشم امید خانواده بود به مکتب می رفت و زهرا که رفته رفته قد می کشید و با نمک و زیبا می شد و با شوخی ها و شیطنت های کودکانش شور می آفرید. برای خود دختر خانمی شده بود و زنان محل با وجودش رشک می بردند و با مادرش به خنده درباره آینده او گفتگو می کردند و گاهی هم به خود او چیزهایی می گفتند که سرخ می شد و چهره در هم می کشید و یا می گریخت. کسی که از همه این موهبت‌ها برخوردارشان ساخت همسایه درب دیوارشان آقا صاحب بود که مردی بود توانگر و دلال. آقا صاحب از چندی پیش به خانواده آنان دلبستگی خاصی یافته و سلام علیکش با شوهر او که مردی ساده دل و بیریا بود بیشتر شده بود و گاه و بیگاه به کلبه فقیرانهشان می درآمد و جویای حال و وضعشان می شد. همو بود که یک روز نشست و کاملا دوستانه در حالی که همه احساس صمیمیت نسبت به یکدیگر می کردند پیشنهاد کرد چند هزاری به شوهرش برای دستمایه کار قرض بدهد و دکانی برایش باز کند. ولی او نپذیرفت و سرباز زد. مدتی دیگر به همان منوال گذشت و آقا باز هم پیشنهاد کرد و بر آن پافشاری نمود و سرانجام موافقت شد و زندگانی نو آهسته آهسته آغاز یافت. پس از زمانی کوتاه آنان توانستند پسنداز کنند که بدهیشان را اندک اندک بپردازند. آقا هم موقع میداد و میکوشید برایش بیشتر علاقمند شوند و صمیمیتشان بیشتر شود و آنان هم با سپاسگزاری ژرفی میگفتند: اگر آدم خوب است آقا صاحب است. و در هر محفل و پیش هر کسی این سخنان را تکرار می کردند و نام آقا صاحب در هر جا با بزرگ داشتی و ویژه بر زبانشان جاری بود و از یادآوری آن هرگز خسته نمی شدند. اما چه بسا که لبخندهای معناداری آنان را همراهی می کرد و پشت سرشان تبصره های گوناگون و شگفتی آور می شد. آقا صاحب که به دیدارشان می آمد از مشکلات خود سخن می راند و از زنش شکایت می کرد و می گفت: مادر سیفالدین اصلا خانداری را نمی فهمه. مادر سیفالدین امروز سر نان از ما پیرهن فلانو می خواست و هرچه در گوش خواندم او زن من نمی تانم نازهای بی جایت هر روز ببرم و ای چیز و او چیز برات بخرم نمی تانم زورش ندارم و هرچه برش دلیل و دلایل آوردم نشنید و قار کرد و دسترخوان ایله کرد و گریان شد که تو اصلا مرا نمی خواهی، از رنگ ما بیزار استی.
من نمیفهم با این زن نادان چه کنم، چه خاکی بر سرم بریزم. روز بر روز اشتک شده میره، روز بر روز هوسهای بچگانیش زیاد میشه. ده هر جا ده پیش هر کس هر چیزی را دید دلش میخواه داشته باشیش و سرم بیچاره فشار میاره که الله بخرش. من میخوایمش اما خیالش که ما سر خزانش دیم. همینطور خیالش میکنند. ای زن اصلا مالی خولیایی است، حتما رگی از دیوانگی داره. قار که میشه یا که خفه که میشه خودم میزنه، موهای خودم کش میکنه، دم دستش هر چی بیایه ایسو اوسو میپرته و میشکنه. من نمیفهم کتش چطور کنم. و از بی فرزندی و نازایی زنش حرف میزد و با تأثر خاطره نخستین و آخرین بچهش سیف الدین را که در کودکی مرده بود به یاد می آورد. آنان تسلایش می کردند و با او غم شریکی می نمودند و این وضع ادامه داشت. آقا با شادمانی زندگانی و کاروبارشان را می ستود و به بچه ها که می رسید آصف را نوازش و به درس خواندن تشویق می کرد و زهرا را که به کارآموزی و کمک به مادرش دور از چشم او با لبخند و نگاهی عجیب به مادرش با نجوا می گفت: دخترت نام خدا یک توته جواهر شده میره، وقت شوی دادنش نزدیک است، عروسش نمی کنی؟ و مادر که گفته های دوست پخت سال خانواده را به مزاح می گرفت تبسم می کرد و شرمنده می گفت: نه هنوز زود است، باید انتظار کشید و سخن را تغییر می داد. آقا هیچگاه از پرسش خود خسته نمی شد و هرچند پاسخ منفی می شنید باز هم جسته و گریخته به مادر گوش زد می کرد و می گفت: دختر تا عروس نمی کنی، دختر تا عروس نمی کنی. و از بس این سوال تکرار شد ناخشنودی و حساسیتی بار آورد که روز بر روز بر آن افزوده می شد. تابستان همان سال و یک روز بسیار گرم بود که آصف با وضعی دیگرگون و در حالی که در آتش تب می سوخت به خانه برگشت و به بستر افتاد. غثیان می کرد و شکمش می ریخت و 2 روزی که به همان حال باقی ماند و هر تلاشی کردند و به هر دارو طبیبی که متوسل شدند نتیجه نداد. روز سوم شادمانی و خوشبختی از خانه رخت بربست و ماتمی اندوه بار به جای آن نشست. آوازه بود که وباست و در چند خانه دیگر هم ماتم آورده، ولی هرچی بود یک مصیبت نابهنگام بود و مصیبتها اگرچه همه نابهنگامند این یکی از همه بزرگتر بود. و چند روزی از آن نگذشته بود که آقا صاحب یک بار دیگرگون شد. از دید و بازدید خود کاست. مهر و صمیمیتش از میان رفت. چهره و پیش آمدش خشک و تشریفاتی شد و خنده ها و راز دل کردنهایش از میان رفت. علت را هیچ کس نمیدانست و آشکار نبود چه دیده یا شنیده که با دلش از آنان سرد شده و با شوهرش هرچی کوشید این موضوع را به قسمی در گفتگویی مطرح کند و پرده از راز بردارد. به اشاره هایش وقعی گذاشته نشد و آقا همچنان خشک و تشریفاتی و بیگانوار باقی ماند. یک روز شوهرش آمد و با حالی متغیر اظهار داشت. آقا صاحب پیسه‌اش خواسته و فردا هم که آمد همان را تکرار کرد و افزود: هرچه برایش عذر آورده که چیزی در بساط نیست و پسندازشان خرج بیماری و گور و کفن آصف شده و دخل دکان هم خالی است. آقا نپذیرفته و سخت برآشفته و پافشاری کرده است که مرغش یک لنگ دارد و باید قرضشان را بپردازند که پول بکار دارد. و 2 روز پس گفته بود یا هرچه زودتر پول را تهیه کنند و بدو بازگردانند یا حاضر به یک معامله باشند. نگفته بود چه معامله‌ای و گذاشته بود با آینده که به خانه‌شان بیاید و مقصودش را بنماید. آنان از کلمه معامله دست و پاچه شده با انتظاری آزاردهنده چشم با آینده دوختند تا ببینند که آقا صاحب چه آشی برایشان پخته است. روز دیگر پس از خوردن شام آقا صاحب آمد و ساعتی خاموش و عبوس نشست
و پس از نوشیدن چای چیزهایی در غیاب او و دخترش به شوهرش گفته بود که وقتی او به اتاق درآمد، شوهرش با صدایی گرفته و صورتی رنگ پریده از خشم و پیشانی ترش پرسید: مادر زهرا، آقا صاحب چی میگند؟ دختر ما را میخواهند خواستگاری کنند، تو چی میگی ها؟ و او که پیش خود قبلا چیزهایی حد زده بود و سخنان آقا همواره در گوشش زنگ میزد: دخترت عروس نمی کنی، دخترت عروس نمی کنی، با تظاهر به ندانستن مطلب و ناباورانه گفت: چی؟ خواستگاری؟ بر کی؟ شوهرش با لحنی تمسخر آلود گفت: بر خود. و او که شگفت زده به این طرف و آن طرف می نگریست و نگاه وحشت زدش را می خواست در جایی پنهان کند، بریده بریده زیر لب گفت: آقا صاحب، والله چی بگوییم، این فکر نکرده بودم. آقا لبخند زورکی زد، گلویی صاف کرد، سرش را تکان داد و گفت: درست است، درست است، حالی باید فکر کنین. مادرش گفت: ما چیزی گفته نمیتونم، پدرش اختیاردارشه، خودش میفهمه و کارش. و شوهرش با لحنی پوزش خواهانه پاسخ داد: والله آقا صاحب چی بگوییم، شما دیگه اختیار دارین، خودتان میفهمین که اینطور یک گپ زود جواب دادن امکان نداره، خواهش میکنم وقت بدین. آقا لحظه‌ای مکث کرد و سپس با وضع غرور آمیز، کسی که اطمینان دارد آنچه را که میخواهد 100% به چنگ میآورد، گفت: دلتان دیگه، من یکی 2 روز دیگه صبر کرده میتونم. در هر حال فایده خودتان است. خانه، دکان، محتاج نبودن، زندگی خوب، آسودگی و شکمسیری دخترتان، همه چیز. و برخاست و از خانه ایشان برآمد. کاروان قصه در برگیرنده داستان‌های زیبا و دلانگیز از نویسندگان خوب کشور. شنیدن این برنامه را ساعت 10 تا 11 شب‌های دوشنبه و سه‌شنبه از رادیوی ملی افغانستان روی موج متوسط 1107 کیلوهرتز و 105.2 FM فراموش نکنید. خب شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، این بود قسمت اول داستان دخترت عروس نمی کنی به حضورتان بخوانش گرفتیم و اینکه چه واقعات دیگری رخ میدهد آن را میگذاریم به شب‌های آینده. و تا شب دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند منان میسپاریم. بقیه شبتان خوش. الله یار و مددگارتان. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی، من بنامت عشق میورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. دشمنانت ای وطن درمانده شد، عاقبت از خاک پاکت رانده شد، آسمانت از هوای عشق و پر، زین سبب خورد و بزرگت پر سرور، زین سبب خورد و بزرگت پر سرور. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی، من بنامت عشق میورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. ای وطن فصلی خزانی تو رمید، فصل عشق و فصل آبادی رسید، تاجیک و پشتون و ترک و ترکمن، هم بلوچ و هم هزاره یار من.
ای وطن فصلی خزانی تو رمید، فصل عشق و فصل آبادی رسید. تاجیک و پشتون و ترک و ترکمن، هم بلوچ و هم هزاره یار من. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من بنامت عشق می‌ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. ما همه با هم برادر ای عدو، جملگی از شاخسار یک چمن. مستدام و جاویدان باد اسم تو، دور بادا از خلاها جسم تو، دور بادا از خلاها جسم تو. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من بنامت عشق می‌ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. سبز از هاران است و کوه و دامنت، کشت آباد ای وطن ویرانت. می کند پرواز در دشت و دیار، چون کبوترهای صلح و اعتبار. ملتی تو ملتی با اقتدار، در قبالت متحد و استوار. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من بنامت عشق می‌ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. ای وطن فصلی خزانی تو رمید، فصل عشق و فصل آبادی رسید. تاجیک و پشتون و ترک و ترکمن، هم بلوچ و هم هزاره یار من. ای وطن فصلی خزانی تو رمید، فصل عشق و فصل آبادی رسید. تاجیک و پشتون و ترک و ترکمن، هم بلوچ و هم هزاره یار من. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من بنامت عشق می‌ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. ما همه با هم برادر ای عدو، جملگی از شاخسار یک چمن. مستدام و جاویدان باد اسم تو، دور بادا از خلاها جسم تو، دور بادا از خلاها جسم تو. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من بنامت عشق می‌ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. سبز از هاران است و کوه و دامنت، کشت آباد ای وطن ویرانت. می کند پرواز در دشت و دیار، چون کبوترهای صلح و اعتبار. ملتی تو ملتی با اقتدار، در قبالت متحد و استوار. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من بنامت عشق می‌ورزم وطن، بی کس و بیچاره